من توی این چند روزه الا تو از بچه قدیم کسی رو ندیدم. مشتری های قهوه خونت هم که الحمدلله از دمشون قربتیه. پس کوشن اون قدیمی ها کجا رفتن؟ باید خیلی فرق کرده آقا مهدی. به جد سادات بازارچره که نگاه کنی و موتت میبره، انگاری خاک مرده توش پاشیدن. یعنی آدم های 15 سال پیش همشون مردن؟ والا تقریبا همین جورات که میگی. حسن آقا مهدی رو که یادت میاد حیبتش پشت فلکو میلرزون. هر شب تو ازگل 4 تا نشمه دست اول دوره ورش بودن، مست کرد و براشون کنشین بابا میکن. اما حالا برو سیاحتش کن، افتاده تو دود کلاف، روزی 60 در عملشه. دور از جون دیگه نای حرف زدن نداره. تقلیل کلوفتو چرا نمیگی؟ وقتی میمد زیر گذر و زامندارشو میکشید رو مسقل حسن قصاب، مو به تن آدم سیخ میشو. 2 سال پیش با 30 سان گرد گرفتنش، رفت اونجا که عرب نینداز. حیوانی مصطفی گیرباز یه وقت دست به سرش که واسه حق گرفتن یه پاچال برای خودش درست کنه. یه شب تو بازارچه مست کرد و چاقو کشید. تو نمیری همچین ترتیب دهنش دادن که الان 15 سال در آب خونک میخوره. جون هرچی مرد ما یه ملاقاتی هم نداره، همه فراموشش کردن. اصغر سیویلو حتمانی دیده بودی؟ آره، یه داشتشم تو بازارچه حاج قلومنی طبقکش بود. بهش میگفتن سرچاق کن، بعدش میومد. داغ تو نبینم. اصغر این آخری ها برای آدمش زن گرفت، یه مایه‌ای هم بهش داد و مرخصش کرد. 2 ماه بعدش هم خواست بره مشهد توبه کنه، اما امام رضا نطلبیدش. حیوانی چشش آب آورد و پشت سرش هم زخم معده گرفت. همه زندگیش به باد رفت. حالا خیال میکنی چی کار میکنه؟ به سلام علیکم اون قسم منقل گذاشته و روزی 10-20 تومن پیدا میکنه. امورات چه میگذرونه؟ سالی 2 دفعه هم میره حبس، هر دفعهش هم 6 ماه اون توه. آره آقا مهدی، آخر عاقبت گردن کلفتای گذرمون این ریختی شد. حالا علی مونده با حوزش.